خیلی وقتا در تصاویر پورتره میبینیم که رنگ پوست صورت سوژه هامون با سایر نقاط بدنش هماهنگ نیست. این میتونه به دلایل مختلفی مثل میکاپ صورت یا همچنین شرایط خاص نورپردازی به وجود بیاد. این ویدیو رو حتما تا انتها همراه من باشید چون قراره یه تکنیک کاربردی به کمک ادجاستمنت لولز بهتون یاد بدم که باهاش میتونید خیلی حرفه‌ای و تمیز رنگ پوست صورت سوژه هاتون رو با سایر نقاط بدنش هماهنگ یا اصطلاحاً مچ بکنید. سلام به همه دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به این ویدیوی آموزشی. قراره توی این آموزش دوستان در مورد یه چالشی صحبت بکنیم که خب حتما برای شما هم پیش اومده اگر عکس پورتره زیاد میگیرید یا زیاد ادیت میکنید. اونم اینه که تصویر به دستتون میرسه میبینید که صورت معمولا روشن‌تره و پوست بدنش تیره تره. این ناهماهنگی بین پوست صورت و پوست بدن خیلی بدچشمی میکنه و اصطلاحاً باید مچ بکنید تون‌های رنگی صورت و پوست سایر نقاط بدن رو که یک دست بودن و انگار یک هماهنگی بین پوست در کل نقاط بدن به وجود بیاد. حالا میخوایم چطوری این کار رو انجام بدیم؟ من این دوتا لایه بالایی که ساخته بودم رو پاک میکنم، میخوام از بیس کار رو شروع بکنم، با هم بریم جلو. بچه‌ها اگر بخوام به شما نشون بدم که الان تون‌های پوست بدن با پوست صورت چقدر تفاوت داره، یه نیو لایر ایجاد میکنم، براش رو برمیدارم، میام توی پوست بدن تیره ترین نقطه رو پیدا میکنم، مثلا یه جاهایی مثل این. بعد اینجا میخوام رنگش رو بکشم تا شما بهتر ببینید. ببینید بچه‌ها این تیره ترین رنگیه که ما توی پوست بدنمون داریم. بعد میام یکم مناطق روشن‌تر، مثلا اینجاها یه رنگ قهوه‌ای مانند اینجا داریم. دوباره یکم میام نقاط روشن‌تر، میخوام در واقع تونالیته رنگی پوست بدن رو با صورت مقایسه بکنم که شما بهتر ببینید. بعد میام روی نواحی روشن، میبینید که همینطوری این تون رنگی داره روشن‌تر میشه و بعد در روشن‌ترین نقاط پوست بدنمون ما چنین رنگی رو داریم که یک استاپ در واقع این بالای از این میبینید که روشن‌تره. حالا بیایم تو صورت رو ببینیم بچه‌ها. تیره ترین نقطه این پوست صورت رو اگر مثلا ما بیایم از اینجاها برداریم، رنگش رو میکشیم، میبینید یه مقداری از این روشن‌تره. بعد میام رو نقاط یه کمی روشن‌تر، دوباره نقاطی که نزدیک به هایلایت ها بشه و در نهایت روشن‌ترین نقاط پوست صورت رو هم انتخاب میکنیم. بچه‌ها توی این مقایسه میبینید که خیلی واضح ما داریم متوجه میشیم که پوست صورت ما کلاً روشن‌تره از نسبت به پوست بدن. همینطوری که در نگاه اول هم این موضوع خیلی به چشم میاد. در واقع هم روشن‌تره و هم یه مقداری نیاز داریم که این پوست صورتمون گرمتر بشه تا هماهنگی بهتری پیدا بکنه با پوست بدن سوژه. حالا چه کار بکنیم؟ من این لایه رو خاموش میکنم، میخوام از ادجاستمنت لولز برای این کار کمک بگیرم چون بسیار ساده میتونه این کار رو برای ما انجام بده. بچه‌ها توی ادجاستمنت لولز همونطوری که میدونیم دستگیره سمت چپ روی تون‌های تیره کار میکنه، دستگیره وسط روی مید تون‌ها یا تون‌های میانه و دستگیره سمت راست روی هایلایت‌ها یا تون‌های روشن. اگر من دستگیره تیره رو به سمت داخل بکشم، تیره ها رو تیره تر میکنه و اگر دستگیره سمت راست رو به داخل بکشم، روشنی ها رو روشن تر میکنه. اگر دستگیره مید تون‌ها رو به سمت راست ببرم، مید تون‌ها تیره تر و برعکس به سمت چپ ببرم، مید تون‌های من روشن تر میشه. اما اینجا ما یک دستگیره و نوار دیگه هم داریم که کمتر میریم سراغش. این چی کار میکنه بچه‌ها؟ وقتی که دستگیره سمت چپ رو به داخل میکشم، در واقع تیرگی ها رو روشن میکنه. خب یعنی برعکس این داره عمل میکنه، این تیرگی ها رو تیره تر میکنه. این دستگیره پایینش بچه‌ها تیرگی رو روشن تر میکنه و اگر دستگیره سمت راستش رو به داخل بکشیم، روشنی هامون رو تیره تر میکنه. یعنی دقیقاً برعکس این هیستوگرام و دستگیره های این قسمت بالا عمل میکنه. حالا ما چه کار بکنیم؟ همونطوری که میدونیم الان میخوام این پوست صورت من اول یه کمی تیره تر بشه چون میبینید که پوست بدنش تیره تره. پس میام یه مقداری دستگیره سمت هایلایت ها رو روی نوار پایینی میکشم به داخل تا یه مقداری به اون تیرگی مورد نظرم برسم. بعد بچه‌ها لولز این قابلیت رو داره که روی کانال های رنگی به طور مجزا کار بکنه. من میام اینجا روی کانال مثلا بلو میخوام یه مقداری گرمتر بکنم این پوست صورت رو. پس دستگیره سمت راست رو که به داخل بکشم، رنگ زرد در واقع تقویت میشه. عملکرد این کانال های رنگی با این دستگیره ها و این دوتا دستگیره متفاوته بچه‌ها. ببینید اگر من دستگیره سمت راست
هیستوگرام رو بکشم به سمت داخل، میبینید که کلن آبی رو داره به عکس من تزریق میکنه. اما اگر این دستگیره رو بکشم به داخل، برعکسش زرد رو اضافه میکنه. پس ما موقع اصلاح تون رنگی پوست صورت یا همون مچ کردن پوست با این دستگیره های پایین کار داریم. فعلا به این گزینه های بالا، به این بخش بالایی کاری نداریم. من پس الان اومدم رو کانال آبی، دستگیره سمت راست رو یکم به داخل میکشم، میبینید که کاملا داره پوست صورت من گرمتر میشه. حالا برای که یکم بره به سمت قهوه‌ای و نارنجی، میتونم بهش توی کانال رد یه مقدار قرمز هم اضافه بکنم. نگاه کنید اینجا بچه‌ها، اگر من دیگه این دستگیره رو بیارم، در واقع داره رنگ سایان رو اضافه میکنه. باید توی نقاط تیره به سمت داخل بکشم تا رنگ قرمز به پوست صورت من تزریق بشه و در نهایت روی کانال سبز میتونم یه مقداری مجنتا هم بهش اضافه بکنم. بچه‌ها از کجا میدونم که اگر این دستگیره رو بکشم به داخل مجنتا میشه؟ اگر شما قانون رنگ ها رو در فتوشاپ بشناسید، میدونید که رنگ قرمز همیشه نقطه متقابلش سایان یا همون فیروزه‌ایه، رنگ سبز نقطه متقابلش مجنتا یا همون ارغوانیه و آبی و زرد دقیقاً دو تا رنگی هستن که مقابل هم قرار دارن. پس من میام رو کانال رد، وقتی این دستگیره رو به داخل میکشم دارم قرمز رو زیاد میکنم و وقتی این دستگیره رو به داخل بکشم در واقع سایان رو به عکس تزریق میکنم. خب الان تا حدودی من فکر میکنم که به اون چیزی که میخواستم نزدیک شدم. حالا دوباره برمیگردم رو RGB. اینجا میتونم حالا یه مقداری میدتون ها رو به سمت تیره تر شدن هم ببرم تا اون پوست من شرایط نوریش نزدیک بشه به این پوست بدن. حالا بچه‌ها ما الان تغییرات رو روی کل عکس اعمال کردیم، چنین چیزی نمیخوایم. من میام روی ماسکش کلیک میکنم، کنترل آی میزنم، ماسک رو برعکس میکنم، براش رو برمیدارم با رنگ سفید، اوپاسیتی و فلو 100% مناسب، هاردنس رو حتما 0 میکنم با یک سایز نسبتا درشت، فقط روی پوست براش میکشم. بچه‌ها ببینیم چی میشه نتیجه. الان میبینید که کاملا داره پوست من تیره تر میشه. در ظاهر اول انگار نتیجه خوبی نمیده، اما در ادامه متوجه میشیم که شرایط به چه صورته. خب من تمام نقاط پوست صورت رو الان براش میکشم. بچه‌ها شدت میبینید که خیلی زیاده و ما در واقع داج و برن صورتمون هم انگار از بین رفته. اما این پایان کار نیست. هنوز میخوایم خیلی خیلی کار رو تمیزتر از اون چیزی که فکر بکنید پیش ببریم. پس من اول روی پوست براشم رو میکشم. الان بچه‌ها قبل و بعد رو ببینید. ما یه تیرگی و یه گرمی توی پوست ایجاد کردیم. حالا خیلی ساده میتونیم برگردیم روی لولز. هر جایی که حس کردیم میتونیم تغییرات بدیم. یعنی من میتونم قرمز بیشتری به پوستم بدم، اگر خواستم یه مقدار زرد بیشتری هم به پوست اضافه بکنم و همچنین میتونم با این دستگیره میدتون ها هم دوباره یه مقداری بازی بکنم. حالا قبل و بعد رو با هم میبینیم بچه‌ها. نسبتاً الان خوبه، اما هنوز میبینید که یک حالت فلت شدن به وجود اومده و تفاوت داره با پوست بدن. بچه‌ها اینجا میتونیم با کاهش اوپاسیتی یک مقدار این تفاوت رو کمتر بکنیم. میبینید که من اوپاسیتی رو آوردم رو حدود 75. الان خیلی نزدیک شد پوست صورت به پوست بدن من. اما مشکلی که داره بچه‌ها، این هایلایت های صورت من خیلی فلت شده و من باید یه داج و برنی به وجود بیارم که این برق روی پوست یه مقداری برگرده تا کار طبیعی تر بشه. برای این کار یه تکنیک خیلی خوبی وجود داره، اونم اینه که یه ادجاستمنت لولز دیگه باز بکنید. برید ایمیج، اپلای ایمیج رو بزنید بچه‌ها، لایر روی مرج، چنل RGB، بلندینگ روی مالتیپلای، اوپاسیتی هم 100%. اوکی رو که بزنیم، بلندینگ مود این لایه رو بچه‌ها بذارید رو لومیناسیتی. حالا خیلی راحت ما روی نورهای این تصویر الان میتونیم کار بکنیم. دستگیره سمت هایلایت ها رو یکم میکشم به داخل، میبینید که هایلایت های صورت داره خیلی قشنگ برمیگرده. میدتون هاش رو هم یه مقداری میتونم بکشم به سمت راست که در واقع تیرگی ها تیره تر بشه و یک داج و برن خیلی حرفه‌ای با همین نور موجود در تصویرمون ایجاد بکنیم. حالا بچه‌ها قبل و بعد کار رو ببینید. من کاملا پوست رو با بدن یکی کردم، اما اینجا مشکلی که داره، تمام این تاثیر لولز من داره به کل عکسم اعمال میشه. پس چه کار میتونم بکنم؟ خیلی ساده بچه‌ها، این تغییرات رو فقط بین دو خط آلت رو نگه میدارم و یک کلیک میکنم، کلیپینگ ماسکش میکنم به لایه پایینی. حالا ببینید قبل و بعدش رو. این داج و برن بچه‌ها الان فقط داره روی پوست صورت من اعمال میشه و میبینید که چه مچ سازی تمیز و قشنگی رو ما تونستیم ایجاد بکنیم. حالا میتونیم خیلی راحت شدتش رو هم کم و زیاد بکنیم، شدت اون بخش داج و برنش رو، و همچنین میتونیم برگردیم روی کانال لولز اولیه‌مون
و هنوز هم اگر خواستیم روی رنگ‌های مقداری تغییرات اعمال بکنیم. در نهایت بچه‌ها این خروجی کاریه که ما به دست آوردیم. می‌بینید که حالا پوست بدن با پوست صورت سوژه‌مون خیلی هماهنگ‌تر شد نسبت به این چیزی که اول بودش. این یه تکنیک بسیار حرفه‌ایه بچه‌ها. باید با ادجاستمنت لولز کار بکنید، بیشتر باهاش آشنا بشید و با این اسلایدرها رو عکس‌های مختلف کار بکنید تا بتونید خیلی تمیزتر این تکنیک رو روی تصاویرتون پیاده بکنید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگر استفاده کردید خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک بکنید، کانال منو دنبال بکنید و منتظر آموزش‌های بعدی هم باشید. تا ویدیوهای آینده، بدرود.